سلام دوستان، من حسینم. به کانال من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام خوراک سوسیس درست کنم با یه روش متفاوت. کم خوشمزه تره، هم وقت کمتری ازتون میگیره. بریم با هم درستش کنیم. دو تا پیاز متوسط داریم که به صورت خلالی خردش میکنم. تو خوراک سوسیس هر چقدر پیاز بیشتر اضافه کنین خوشمزه تر میشه. پیازها رو که خرد کردم، سیب زمینی رو پوست میگیرم و به صورت نگینی خردش میکنم. پیاز و سیب زمینی خرد شده رو به تابع داغ اضافه میکنم و بهش روغن و نمک میزنم. اگر میخوان خوراک خوشمزه داشته باشین، از سوسیس خوشمزه استفاده کنین. من از سوسیس کوکتل دودی استفاده میکنم که هم ادویه خوبی داره، هم طعم دودی داره. سوسیسا رو به 4 قسمت برش میزنم و خردشون میکنم. وقتی پیازا طلایی شد، سوسیس رو به تابه اضافه میکنم. با هم مخلوط میکنم و حسابی سرخشون میکنم. وقتی پیاز و سیب زمینی و سوسیس سرخ شد، ادویه ها رو اضافه میکنم. فلفل سیاه و قرمز و زردچوبه. من یه مقدار آبیشن هم اضافه میکنم چون واقعا طعم خوبی به خوراک میده. اگه تندخور هستیم فلفل رو بیشتر بریزیم. یه قاشق پر رو اضافه میکنم و تفتش میدم. در آخر نصف استکان آب جوش به تابه اضافه میکنم. یکم زمان میدم که آبش تبخیر بشه و کامل جا بیفته.
به به، دیگه از این بهتر نمیشه. درستش کنین و لذتشو ببرین. نوش جان.